حرف آخر رو تو خونه شما کی میزنه؟ علم یا فلسفه؟ سلام، ما داشتیم کتاب پندار خدای داکینز رو یه مرور انتقادی میکردیم، اما گفتیم بهتره درباره استدلال‌های علمگرایی بیشتر تأمل کنیم. علمگرا میگفتن آقا ما علم رو قبول داریم اما فلسفه رو کلاً میریزیم دور. دو تا از استدلالاشون رو امروز میخوایم بررسی کنیم. یکیش اینه که میگن ما میبینیم اختلافات تو علم حل شدنی هن. اگه دو تا فرضیه داشته باشیم بالاخره آزمایش یکیشون رو تایید میکنه و اون یکی رو رد میکنه. تو علم یه راهی برای رسیدن به یه دیدگاه مشترک وجود داره، اما تو فلسفه شکاف‌ها هی بیشتر و بیشتر میشن. هیچ اتفاق نظری حتی با گذر صدها و هزاران سال بین فیلسوفا حاصل نشده. دومی که علم نتایج کاربردی و عملی میده، آثارش رو تو فناوری‌های جدید میبینیم، اما فلسفه اثر عملی مشخصی نداره، بود و نبودش تأثیری تو زندگیمون نداره، خروجی خاصی نمیده که ببینیم. حالا بیاد این دوتا استدلال رو یکم بررسی کنیم. بریم سراغ نکته اول. میگه تو علم اختلافات حل میشن. این اصلا حرف درستی نیست، مخصوصا وقتی وارد مسائل مهم و کلان و ریشه‌ای میشیم. چند تا مثال بزنم. مثلا ما درباره اینکه ماهیت اصلی نور موج یا ذره یا موج ذره هیچ اتفاق نظری بین فیزیکدانا نداریم. درباره اینکه برهم‌نهی کوانتومی رو چجور تفسیرش کنیم هیچ اتفاق نظری نداریم. درباره اینکه گرانش نسبیتی و فیزیک کوانتومی رو چطور با هم تلفیق کنیم و به یه نظریه واحد برسیم هنوز هیچ ایده مشترکی بین فیزیکدانا وجود نداره. درباره نحوه پیدایش اولین سلول زنده 10 ها فرضیه اثبات نشده داریم. یکی میگه رعد و برق زده، یکی میگه تو عمق اقیانوسا بوده، یکی میگه تو دل آتشفشانا بوده، یکی میگه از سیارات دیگه اومده. اصلا تو فلسفه علم به یه مشکل حل نشدنی برخورد کردن به نام under determination یا همون تعین ناپذیری نظریه ها. مشخص شده که اگه بخوایم فقط به تجربه اتکا کنیم نمیتونیم بین نظریات رقیب یکی رو کنار بزنیم و یکی دیگر رو بپذیریم، چون هر نظریه‌ای میتونه توجیهاتی رو به خودش اضافه کنه که اون مثالای تجربی رو حل بکنه. مثلا هم فیزیک کوانتومی با آزمایشات تجربی میخونه، هم فیزیک بهمی. اگه شما مثلا یه چیزی رو با تلسکوپ ببینی که مخالف یه نظریه کیهان شناختی باشه، طرفداران اون نظریه میتونن یه نظریه اپتیکی، یه نظریه نورشناختی مطرح کنن درباره اینکه تصویر کهکشان‌ها چطور توی تلسکوپ منعکس میشه و با این نظریه نورشناختی اون داده کیهان شناختی رو توجیه کنن. اینجور توجیهات تو تاریخ علم زیاد اتفاق افتاده. در نهایت شما برای اینکه بین نظریات یکی رو ترجیح بدی باید یه دیدگاه فلسفی داشته باشی راجع به اینکه نظریه بهتر چگونه نظریه‌ایه. مثلا میگی نظریه‌ای که ساده تر باشه، پیچوندن کمتری داشته باشه، منسجمتر باشه، پدیده های بیشتری رو توضیح بده، با بقیه معارف ما سازگارتر باشه، اینو میگیم نظریه بهتر. خب این موضع گیری خودش یه موضع گیری فلسفیه. پس اصلا اختلافات درون علم رو هم ما با فلسفه میتونیم حلش کنیم. بعد این علمگراها میان میگن که ما تو علم اختلافاتمون رو حل میکنیم اما تو فلسفه حل نمیشه. این مثل اینه که بگی حرف فوتبالیستا معتبرتر از داوراست. چرا؟ چون اختلافات بین فوتبالیستا تو زمین بالاخره حل میشه یه جوری، اما اختلافات داورا بیرون زمین هرگز حل نمیشه. یکی نیست بگه بابا اختلافات فوتبالیستا تو زمین رو هم همین داورا دارن حل میکنن. حالا بریم سراغ نکته دوم. میگه علم بهتره چون نتایج کاربردی میده، برخلاف فلسفه که هیچ نتیجه محسوسی برای ما نداره. خب این مثل اینه که بگی اجاق گاز بهتر از صندلیه. چرا؟ چون با گاز میتونی غذا بپزی اما با صندلی که نمیشه. خب صندلی اصلا برای غذا پختن ساخته نشده. علوم تجربی اصلا با این هدف درست شدن که شناخت ما از طبیعت رو بیشتر کنن، توانایی ما برای تصرف و کنترل بر طبیعت رو افزایش بدن. اما فلسفه که برای این درست نشده. فلسفه برای این بود که یه دید کلان به ما بدن درباره هستی، درباره نسبت ما با این جهان، نسبت ما با خدا و چیزایی از این دست. فلسفه هم کاربردهای خاص خودشو داره. فلسفه میتونه معنای زندگی رو تغییر بده،
یا عمیق کنه. قطعا سبک زندگی نیچه با ملا صدرا یکی نبوده و این به خاطر تفاوت نگاه فلسفیشون بوده. حتی وقتی با تکنولوژی که ثمره علمه مواجه میشیم، برای اینکه بدونیم باهاش چطور تعامل کنیم، چه جایگاهی بهش تو زندگیمون بدیم، باید از فلسفه تکنولوژی کمک بگیریم. اما از همه اینا که بگذریم، فلسفه حتی تو پیشرفت خود تکنولوژی هم نقش داشته. جالبه بدونید نسل جدید هوش مصنوعی که بر اساس شبکه‌های عصبی مصنوعی کار میکنه، بیشتر به خاطر انتقادات فلسفی هیوبرت درایفوس، فیلسوف هایدگری، نسبت به نسل قبلی هوش مصنوعی شکل گرفت.